اما اخیراً آقای، خیلی من معذرت میخوام از این چی که الان میخوام بگم، خیلی خیلی معذرت میخوام. استاد محمود دولت‌آبادی، نویسنده بسیار زبردست، ایشون مصاحبه‌ای کرده و البته اعتراض کرده که چرا من رو با سپاه روبرو کردید، رو در رو قرار دادید، و بعد گفته است که کتاب من رو مجوز ندادن، معاون وزارتخانه من رو خواست، رفتیم صحبت کردیم، گفتن برو دوباره بخون، تا من بیام برم دوباره بخونم، رفتم مسافرت، نسخه جعلی کتاب من منتشر شد. و بعد گفته است که من در گذشته، در رژیم گذشته میگویند شکنجه نبوده. اولا کی میگه نبوده؟ حتما بوده، منم میگم بوده. اما این که آقای دولت‌آبادی ادامه میدهد که در گذشته وقتی شکنجه میکردند از پا پوتین میساختند و من خودم شاهد این مسئله بودم. و خب همزمان با این واقع آقای BBC حضرت آیت الله العظما مصاحبه میکنه با آقای عالیخانی، آقای وزیر اقتصادی که کار ادیت خاطرات آقای علم رو بر عهده داشته، و ایشون هم که خودش عضو ساواک بوده. خیلی جالبه، افاضاتی بیان میکنن. من آقای دولت‌آبادی رو میفهمم و قصد توهین هم به ایشون ندارم، اما چون یک بار من حضوری خدمت ایشون رسیدم در ایران که بودم و مشکلشون رو میدونم، و نه من باب توهین به ایشون بلکه من باب اینکه دوستان کمی از اوضاع زمان مطلع بشید عرض میکنم. مرحوم شهریار معتاد بود، اعتیاد داشت و در زمان گذشته خب رفتن وزارت بهداری، رفتید تشخیص داد، گفتند ایشون معتاده، سهمیه‌ای براش در نظر گرفته بودن. اون موقع به یه سنی که میرسیدید یه سهمیه کارتی میدادن که این داروخانه ها این تریاک مورد احتیاج اون آدم رو بهش میدادن به اندازه مصرف خودش. انقلاب که شد اون کارت ها رو برداشتن و مرحوم شهریار مجبور میشد بره از بازار آزاد این نیازش رو تأمین بکنه و خب مشکلاتی فراهم میشد. حکومت از این نقطه ضعف استفاده کرد و آقای شهریار رو به دلیل این یه بارم بهتون گفتم، ببینید شما اگه گرسنه باشید ایمانتون رو نمیفروشید، همسرتون رو نمیفروشید، فرزندتون رو نمیفروشید، اما با پوزش از تمام کسانی که گرفتار این مشکل اعتیاد هستند، امروز حکومت اسلامی با حربه مواد مخدر داره جامعه رو کنترل میکنه. یعنی چون مثلا شخصی مثل آقای دولت‌آبادی که این نیاز رو دارن، بندم میدونم که این نیاز رو دارن، همه دوستان ایشون هم میدونن، ایشون رو از این نقطه ضعفش استفاده میکنن برای سوء استفاده و بهره کشی از یه همچین شخصیتی، و ما متاسفانه باید این رو بشنویم، ببینیم و به روی خودمون هم نیاریم. امروز اگر این اعتیاد به این گستردگی جامعه رو در بر گرفته،
تردید نکنید، یقین داشته باشید که این خواست حکومت برای اینی که با استفاده از این حربه که یه چیزی هم یادتون باشه، حتی آقایون علما هیچ کدام فتوایی در مورد حرام بودن مواد مخدر صادر نکردن.